دیباک باکس، جعبه‌ای که زندگی رو میبلعه. تصور کن یه روز یه جعبه چوبی قدیمی که ظاهرش ساده و بی خطره از بازار عتیق فروش ها میخری. جعبه‌ای زیبا با طرح‌های خاص و بوی عجیبی که انگار سالها توی تاریکی مونده، اما فقط چند روز بعد کابوس‌هات شروع میشه. صداهایی توی خونه شنیده میشه، سایه‌هایی که تکون میخورن و اتفاقاتی که هیچ توضیح منطقی ندارن. بعضیا میگن توی این جعبه روح یک دیباک زندانیه، موجودی شیطانی از افسانه‌های یهودی. این فقط یک داستان ترسناک نیست، این چیزی واقعیه که زندگی خیلی ها رو نابود کرده. این داستان دیباک باکس یکی از مرموزترین اشیاء نفرین شده دنیاست. در سال 2001 کوین منیس در یک عتیق فروشی توی پورتلند امریکا در یک حراجی خانوادگی شرکت کرد. اونجا یه جعبه قدیمی شراب چشمش رو گرفت. صاحب جعبه یک زن 103 ساله بازمانده از هولوکاست بود. اون زن به کوین گفت این جعبه رو نفرین نکن، چون نفرین خودش رو داره و هیچ وقت بازش نکن. کوین فکر کرد این فقط یه داستان برای بالا بردن قیمت عتیقه است. جعبه رو خرید و با لبخند خونه برد، اما خیلی زود فهمید با یه معامله مرگبار روبرو شده. کوین وقتی جعبه رو باز کرد محتویات داخلش خیلی عجیب بودن. 2 دسته موی انسان، یکی سیاه یکی بور که با یک نخی پیچیده شده بودن، 2 سکه قدیمی دهه 20 امریکا، یک مجسمه کوچک حکاکی شده با علامت‌های ناشناخته، یک رز خشک شده و یک جام طلایی که داخلش چیزی شبیه خاکستر بود. از همون شب کابوس‌های وحشتناک شروع شد. کوین کابوس میدید زنی سیاه پوش با چشم‌های توخالی به سمتش می اومد و توی گوشش زمزمه می کرد. روز بعد صدای ظرف‌ها و لیوان‌های شکسته از آشپزخونه شنیده می شد، اما وقتی به اونجا می رفت همه چیز سر جاش بود. فقط بوی تعفن شدیدی کل خونه رو پر کرده بود. حتی زمانی که دوستهاش به خونش می اومدن دچار سردرد و حالت تهوع می شدن. کوین اول باور نمی کرد که این اتفاقات به خاطر جعبه بوده باشه. یک روز تصمیم گرفت جعبه رو به مادرش هدیه بده، اما به محض اینکه مادرش جعبه رو باز کرد به زمین افتاد. وقتی به هوش اومد اولین جمله‌ای که گفت این بود: هدیه نفرین شده. از اون روز کوین هر جا میرفت بوی تعفن دنبالش بود. لام‌ها بی دلیل میترکیدن، درها خودشون باز و بسته میشدن و بدتر از همه هر کسی که حتی برای چند دقیقه کنار جعبه می نشست بعدش کابوس‌های یکسانی می دیدن. زنی سیاه پوش که توی تاریکی حرکت می کرد. کوین وحشت زده شده بود. اون جعبه رو در یک حراجی گذاشت تا از شرش خلاص بشه. دیباک باکس بارها دست به دست شد و هر بار مالکش دچار بدبختی‌های عجیبی شد. کابوس‌های مشترکی می‌دیدن، دچار بیماری‌های ناشناخته می‌شدن و یک نفر ادعا کرد صداهای زمزمه رو از داخل جعبه میشنوه. سرانجام جعبه به دست یک دانشجو به اسم جیسون رسید. اون تمام اتفاقات رو در اینترنت منتشر کرد و گفت که هر شب کابوس میبینه. توی خواب زن غریبه‌ای پشت سرش میایسته، موهاش رو میکشه و بیدار میشه، در حالی که
کبودی روی بدنش هست. یک خریدار بعدی هم گفت مهمونان بعد از 1 ساعت فرار کردند. میگن صداهایی از جعبه میشنون. یکی میگه زوزه گرگ شنیده میشه، یکی میگه صدای جیغ میاد. این گزارش ها به سرعت در اینترنت پخش شد و دیباک باکس به یه افسانه مدرن تبدیل شد. بعد از این گزارشات محققان ماوراءالطبیعه وارد ماجرا شدند. اونها جعبه رو آزمایش کردند و ادعا کردند که انرژی منفی شدیدی ازش ساطع میشه. جالب اینجاست که دوربین هایی که روی جعبه نصب کردن بارها بیدلیل خاموش شدن. حتی یکی از محققان چند روز بعد از تماس با جعبه دچار سکته شد. دیباک باکس سرانجام به دست زاکری بگنز رسید، کسی که بزرگترین موزه ماوراءالطبیعه در لاس وگاس رو داره. اون جعبه رو در بخش ویژه موزه گذاشت. وقتی رپر معروف پست مالون جعبه رو دید و نزدیکش رفت، چند هفته بعد تصادف مرگباری کرد. هواپیمای شخصیش دچار نقص فنی شد و خونش هم آتش گرفت. امروز دیباک باکس پشت شیشه های موزه قفل شده. کسی حق نداره بهش دست بزنه. اما یه سوال بزرگ باقیه. آیا این جعبه واقعا روح یه دیباک رو در خودش حبس کرده؟ یا همه چی ساخته ذهن آدم‌های وحشت زده است؟ یه عده میگن فقط خرافه است، اما وقتی آدم‌های مختلف توی شهرها و زمانهای متفاوت همون کابوس‌های مشترک رو میبینن، میشه گفت این فقط یه تصادفه؟ حالا من از تو میپرسم، تو جرأت داری حتی برای چند ثانیه در این جعبه رو باز کنی یا مثل بقیه ازش فرار میکنی؟ جوابت رو توی کامنت ها برام بنویس، چون شاید یه روز یکی از همین اشیاء نفرین شده به دست شما هم برسه.